روز یکشنبه شما بخیر باشد بینندگان عزیز رادیو آزادی و شعله گلخوجه هستم بازم در شروع یک روز نو در خدمت شما و امیدوارم که روز استراحتتان رو خوب آغاز کرده باشید و در چند دقیقه ما رو همراهی خواهید کرد تا اینکه ببینید در تاجیکستان و جهان امروز و دیروز چی گذشت و چی میگذرد. و شروع میکنم از خبرهای مهمی که حالا در دست داریم. یک شهروند تاجیکستان رو در افغانستان کشتند. مقامات این کشور میگویند او در بین 47 جنگجوی بوده است که در نتیجه عملیات نیروهای مخصوص در ولایت قندوز کشته شدند. در بیانیه واحد 209 نظامی ارتش افغانستان که رسانه‌های داخلی آن را نشر کردند آمده است عملیات در 72 ساعت گذشته و جمله نزدیکی نویه 14 را صورت گرفت. در اینجا 31 نفر به شمول جنگجوی تاجیک کشته شدند. نام و نسب شهروند تاجیکستان را نگفتند. جنگجویان طالب ماه اخیر در مناطق شمالی افغانستان و جمله در نزدیکی مرز با تاجیکستان فعال شدند. در این منطقه به گفته مقامات افغانستان و تاجیکستان از جمله شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هستند که به صف گروه‌های افراطی و تروریستی پیوستند. دو کارمند شعبه کارهای داخلی نویه یاوون که برای بازداشت و شکنجه یک ساکن 26 ساله این نویه تحت بازجویی قرار دارند استفاده زور علیه شهباز احمدوف را دروغ و بهتان نامیدند. شهباز احمدوف میگوید میانه‌های ماه ایول کارمندان پلیس او را بازداشت و با بدترین شیوه شکنجه کردند تا به جنایت نکرده‌اش اعتراف نماید. او از بالای دو کارمند میلیسه یاوون به داستانی کل تاجیکستان شکایت کرده است. محمد طالب زاده و سیاد قدیرов دو لیتنانت کلون شعبه کارهای داخلی نویه یاوون روز 28 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که شهباز احمدوف را تنها همچون گمانبر در جنایت بازپرسی نمودند و کسی به سویش دست نبرداشت. اما شهباز احمدوف میگوید پس از 4 روز شکنجه گمانبر اساسی در حادثه کارد زدن ساکن نویه را پیدا کرده او را رها نمودند. کارمندان پلیس میگویند شهباز را رها کرده بودند ولی شرکت او در جنایت تحقیق میشد. از این پیش به گفته آنها شهباز احمدوف برای نگاه داشتن مقدار کمی مواد مخدر بازداشت و جریمه شده بود و حالا در قید گرفتاران بیماری نشمنده قرار دارد. درستی این ادعا ثابت نشده است اما کارمندان میلیسه میگویند که در این باره سند رسمی وجود دارد. شهباز احمدوف روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم آسیب شکنجه در دست و پایش باقی مانده است. آخه پاش آورد باین پامون لگده خیلی رنگ مرسدس میکنن گفت قابل میشه گفت خیلی رنگ مرسدس میکنن جدا گزی مرسدس میجی کوام خیلی اما خزدان ازدم پر جقیدم باین پامون جقیدم بکارن گفتم تو من کارم خزوندا بشکان خو کارم بشکان خو کارم در صورت کارم در صورت پشت کردن ناروشنی زدن محمودش کی باشه سوید موند سایه گفت کارچی بگی گیرون گفت یا مرا تو بگیرون کارم 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 دا شمار تاگزه توغ زسای اکنه چه توغ مزن تو اکنه توغ زسای من نگفتم من کلام جونسام نکردم گفتم دا حالا برای حمله و با کارد زخمی کردن ساکن یوون نوزیموف نفر با نام جسور جورخانوف دستگیر شده است. تحقیق این پرونده هنوز نهایی نگردیده است. تحقیق قضیه لطوکوب شهباز احمدوف را باشد فعلا داستانی ولایت ختلان برداشت دارد. این نهاد شکایت شهباز احمدوف را تفتیش میکند که تا کجا واقعیت دارد. قضیه شهباز احمدوف را ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی نیز پیگیری دارند و بیننده عزیز ما چند روز پیش در این باره گزارش مفصل هم داشتیم. شما میتونید به آزادی ویدیو بروید و در اونجا این گزارش رو پیدا کنید و خودتون هم بشنوید که چگونه شهباز قصه میکند که او را در شعبه کارهای داخلی نویه یاوون شکنجه کرده. خدمات گمرک تاجیکستان از بازداشت نفری خبر میدهد که تلاش داشته است در اسباب‌های موسیقی افغانی ضرب تبلک مواد مخدر را به تاجیکستان غیر قانونی انتقال بدهد. در وبسایت این خدمات آمده است که 27 سپتامبر در تالار نظارتی گمرکی 5 پایان باغچه شهروند افغانستان فقیر مبین را تفتیش کردند. هنگام گذراندن معاینه معلوم شده است که این مرد در داخل 3 عدد تبلک بیش از 1 کیلو مواد نشه‌دار متامفتامین را پنهان کرده است. نسبت حادثه مذکور پرونده جنایی آغاز کرده شد و به پروکراتوره ولایت ختلان ارسال گردیده است.
رو میارم به خبر جهانی. مقامات لهستان میگویند تعداد شهروندان تاجیکستان که به آنها برای حق پناهندگی مراجعت کردند افزایش یافته است. خدمات کار با خارجان لهستان با نشر آماری تازه درباره تعداد پناهجویان گفت که در 9 ماه امسال 121 نفر از شهروندان تاجیکستان برای حق پناهندگی به آنها مراجعت کردند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 16% زیاد است. در میان کشورهایی که شهروندانشان با درخواست پناهندگی به لهستان رفتند، تاجیکستان پس از روسیه و اوکراین در مقام سوم قرار دارد. اما در این مدت مقامات لهستان فقط به 10 نفر از شهروندان تاجیکستان حق پناهندگی داده و درخواست 45 نفر را رد کردند. در تمام سال گذشته فقط 154 شهروند تاجیکستان به مرز لهستان رفته و گفتند که در کشور برای عقاید دینی و سیاسی تعقیب می شوند و برای همین می خواهند به آنها حق پناهندگی بدهند. اما در آن سال فقط 7 شهروند کشور چنین مقامی را صاحب شده. رو به کشورهای اتحادیه اروپا آوردن شهروندان تاجیکستان بعد سال 2015 و پس از ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی شروع گشت. در آن سال پس از آشوب نوفرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع حکومت تاجیکستان حزب نهضت را تحریض آشوبها نامید و سپس با امر دادگاه عالی آن را سازمان تروریستی اعلان کردند و فعالیتش را ممنوع نمودند. اکثر آنهایی که به اروپا رو آوردند به گفته حامیان حقوق طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی هستند. سال 2015 541 شهروند تاجیکستان از لهستان درخواست پناهندگی کردند. سال 2016 تعداد پناهجویان از 800 نفر هم گذشت. مقامات تاجیکستان میگویند که بسیاری از آنهایی که به کشورهای اتحادیه اروپا رفتند مهاجران اقتصادی هستند و در کشور تعقیب نمیشوند. رو میارم به یک خبر دیگر. در نتیجه زمین لرزه قوی و سونامی بعد از آن در شهر پالوی اندونزی 400 نفر کشته شدند. مقامات رسمی روز 29 سپتامبر گفتند که در این فلاکت روز 28 سپتامبر در جزیره سولاویسی به وقوع پیوسته و سونامی 2 متری صبحگاهان شهر پالو را که خانه 350,000 نفر شسته است. سونامی بعد زلزله 7.5 درجه برخاسته است. وزارت حالتهای فوق‌العاده اندونزی گفت که تعداد قربانیان فلاکت تا کنون به 384 نفر می رسد ولی ممکن است زیادتر شود. ستاره پرو نگراها سخنگوی وزارت گفته است که جسدهای قربانیان را از چند جای پیدا کردند چون بعضی زیر بناهای ویران شده ماندند و بعضی را آب برده است. قطع نیروی برق در اطراف پالو و پس لرزه ها کار ماموران نجات را مشکل کرده است. در تلویزیون های محلی پل ها و خانه های فرو ریخته و راه و بناهای آسیب دیده را نمایش دادند. برمیگردم به خبرهای تاجیکستان. دوستانی ولایت ختلون دستور داده است که پرونده خودکشی سید امیر صوفیف یک ساکن نویه ووسه که در نامه قبل از مرگ مفتشان را گناهکار کرده بود از نو تحقیق شود. ائتلاف ضد شکنجه گروهی از سازمان‌های عمومی حقوق در تاجیکستان خبر داد که دوستانی ولایت قرار دوستانی نویه ووسه را که تحقیق پرونده را باز داشته بود به اعتبار کرده است. دوستانی ووسه روز 19 اپریل امسال تحقیق این پرونده را که مرگ پدر چند فرزند را به دلیل معین نگردن شخصیت نفری که باید به جوابگری جنایتی کشیده میشد باز داشته است. سید امیر صوفیف ساکن 53 ساله دهه زرکمر نویه ووسه است که قبل از خودکشی در نامه 8 صفحه‌ای کارمندان ملیسا را به بی‌عدالتی متهم کرده و گفته است که گناهکار مرگ او ناحقه و جبری مفتشان است. جسد سید امیر صوفیف را روز 30 نوامبر سال 2017 در اغلخانه و در بندی دوری یافتند که از بازار خرید آورده است. اکنون قرار است خود دوستانی ولایت تحقیق کند که آیا در واقع مفتشانی که صوفیف را بازپرسی کردند در مرگ او گناهکارند یا نه. ضمن دوستانی تاجیکستان بعد گزارش رادیو آزادی درباره خودکشی سید امیر صوفیف به تحقیق سبب‌های مرگ او پرداخت و پرونده را باز نمود. سید امیر ظهوروف رئیس پیشین کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که 9 ماه پیش از یک سکته مغزی جان به سلامت برد گفت مهمترین تحولات سالهای اخیر در زندگی او و کشور احیای روابط خوب با ازبکستان بود. ظهوروف 68 ساله 28 سپتامبر با همکاران ما در منزل زیستش صحبت کرد با اینکه در چهره ظهوروف هنوز آثار بیماری هویدا است و از روی دستور طبیبان به صحبت‌های طولانی اجازه ندارد. خبرنگاران رادیو آزادی را با خوشحالی پذیرفت. گنرال هنوز هم با کمک فرزندان از جای بلند می شود و در روی حمله با عصا بغل با احتیاط حرکت می کند.
سید امیر ظهورов در ابتدا صحبت را از اظهار سپاس به پزشکان قره بالا وزیر تندرستی و اعضای حکومت شروع کرد که گفت آنها از زمان بیماریش تا به حال در کنارش هستند و پیوسته در باره او احوال پرسی میکنند. سید امیر ظهورов از ماه فوریه سال 2016 در نفقه است. مقام آخرین او در نهادهای دولتی سردار سرایست حفظ سری دولتی در نزد حکومت تاجیکستان بوده. سید امیر ظهورov تاکنون باعث کادر حرفه‌ای و تجربه دار نام میبرند و بارها در مطبوعات تاجیکستان از کارهایش یادآور شدند. یکی از کارنمایی‌های او آزاد کردن گروه ژورنالیستان رسانه‌های داخلی و خارجی از دست گروه طرفدار رضوان صادرov در آخرهای سالهای 90 بوده است. و یک خبر دیگر هم دارم. مقامات انتظامی بلاروس بازداشت پرویز ترسونов شهروند 43 ساله تاجیکستان را در آن کشور تصدیق کردند. بازیگر پیشین دسته خیر شهر وحدت روز 18 سентябри امسال در فرودگاه ملی مینسک دستگیر شد. خبرگزاری رسمی بلت روز 28 سентябр از قبل دمیتری بریلوف نماینده رسمی دوستانی کل بلاروس گفت ترسونov در بازداشتگاه رقمی 1 شهر مینسک نگهداری می شود و در روستای استرداد به وطن است. او گفته است دوستانی کل بلاروس جانب تاجیکستان را از بازداشت پرویز ترسونov که برای فعالیت اکستریمیستی جستجو میشد آگاه کرده است و منتظر دسترس شدن اسناد ضروری است. پس از آن که سند دسترس شد آن را می‌آموزند و بهای حقوقی می‌دهند، گفته است این مصاحبه خبرگزاری بلتا. قبلا مقامات انتظامی تاجیکستان گفته بودند که با استرداد پرویز ترسونov فوتبالبازی سابق تیم خیر شهر وحدت آمادگی می‌گیرند. مقامات می‌گویند علیه پرویز ترسونov ماه فوریه امسال بر اساس ماده 307 از مایه 1 قانون جنایت تاجیکستان دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی پرونده بر شده است. ترسونov 7 سال پیش برای ریش درازش از هیئت تیم خیر وحدت بیرون انداخته شد و طبق خانواده‌اش میگویند 7 سال اخیر در دبی و ترکیه زندگی میکرد. خوب بیننده عزیز، این چند خبری بود که من میخواستم برای شما بگویم. امیدوارم که در این مدت ما رو همراهی کردید و برایتان روزی خوب میخواهم و رادیوی آزادی رو با خبرهای نو پیگیری کنید و روز دوشنبه همکاران ما در خدمت شما با خبرهای نو قرار خواهند گرفت.